الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله تعالى در قرآن عظیم الشان که آخری کتاب الله تعالی هست و از همه نیازهای ما صحبت کرده و تمام آنچه که برای هدایت ما ضروری است و الله تعالی لازم دیده در تمام زمینه ها ما راهنمایی کرده، چه در بخش اعتقاد باشه، اعتقاد صحیح و درست، و چه در بخش احکام باشد و چه در بخش اخلاق باشه و حقوق انسان ها باشد و در تمام بخش‌های دیگری در رابطه با معاملات صحبت کرده و در رابطه با اختلافات ذکر کرده و همه آنچه که ما نیاز داریم و میتوانیم که زندگی سالم و درست را داشته باشیم راهنماییش موجوده، یا در نصوص کتاب خدا هستند، در صریح آیات الهی و یا به صورت اشاره هن، به صورت دلالت هن که فهمیده می شود از کتاب و از راهنمایی کتاب منظور الله تعالی را متوجه میشیم که چه راهنمایی میکنه در زمینه های گاهی در یک آیات الله تعالی هدایت های گوناگون در گذاشته که ما بسیاری را با برداشت از آیات و با دلالت آیات و اشاره های آیات
فهمیده می شوند و قابل درک و قابل فهمند. بسیاری مسائلن که ماهرین قرآن می فهمند و بسیاری هستند که نه. هر کس اشاره قرآن می فهمد که قرآن چه می فرماید. هم صراحتش که خود صریحه، ولی اونی که به تو اشاره رفته یا دلالت داره فهمی قابل درک و فهمی برای بسیاری از مردم. ولهذا در این کتاب یک چیزی را که راهنمایی کرده است که پایان و اساساً و حیاتی و مهمان، الله تعالی اینجا سه چیز را مطرح کرده خیلی مهم، و ایمان به الله تعالی را، ایمان به غیب را که ما ندیدیم خدا را ولی قدرت خدا را میبینیم، دلایل عظمت الهی را میبینیم. خدا در زندگی ماست، خدا با ما همراهه، خدا موجوده، واحد و لا شریکه. و از همین جهان ما میفهمیم با عقلی که الله تعالی داده. همه میدانند که خدای واحد و لا شریک این جهان را با این ظرافت، با این حکمت، با دانش و دانشی که همه عقلا و اندیشمندان و دانشمندان حیران میمانند، همه اولیاء و انبیاء حیران بودند. و این نشان قدرت و عظمت بی انتهای، بدون کوچکترین محدودیت. الله تعالی توانمند و الله تعالی دانان و حکیمان و همه چیز را با حکمت آفریده. و لحظه اون خدای حکیم و دانشمند من راهنمایی می کند که قرآن هدایت هست برای فرهیز متقین. و متقین کی هستند؟ متقین راهنمایی می کنه که اونهایی هستند که ایمان به الله تعالی آورده. و ایمان و اعتقاد اولی دروازه تقوا هست که وقتی انسان اعتقاد پیدا می کند، ایمان صحیح و درست، و از تمام شرک و خرافات جدا میشه و به ذات یگانه خدا اعتقاد پیدا می کند و ایمان بیاورد. خدا را به وحدانیت و یگانگی قبول می کند. انبیاء علیهم السلام و قیامت هست که در آیه های جلوتر و در سوره بحث می شود از رسالت انبیاء و از آخرت. همه اینها معتقداتن و اعتقادن و اصول اعتقادی را می پذیرید و نماز را برپا می داره. و دومین مرحله تقوا اینجا که ذکر شده، اولی آن که اعتقاد درست باشه، دوم که عمل کرد درست باشد. و لحظه نماز برپا بداره و نماز اقامه کنه که بالاترین عبادت بدنیه. و مما رزقناهم ينفقون، دومین که سومی که زکات بده و در خیرات بده، صدقات بده. از آن چیزی که ما دادیم الله می فرماید ما دادیم. اشاره میکنه که این مال گرچه شما میراث بردید از پدر و مادر و از خانواده، یا رفتید کسب و کار کردید، کشاورزی کردید، کارخانه زدید، زحمت کشیدید، ولی الله تعالی می فرمایند که روزی را ما به شما میدیم. و الله تعالی که دنیا دنیای اسباب، دنیا دنیای وسائل، ما وسائل به کار میبندیم، ما اسباب باید به کار ببندیم.
و دستور به ما همینه. و الله تعالی وقتی اسباب به کار میبندی من روزی میده. دکان باز کن، برو دنبال تجارت، برو دست فروشی بکن، برو دکه بردار و کار کن و برو کارگری بکن و خدا به تو روزی میده. ای اسباب روزی را الله به تو عنایت میکنه. برو ازدواج کن، الله تعالی به تو اولاد میده. ولی اگر ازدواج نکنه و دعا کنه که خدای به من اولاد بده، و اولاد از کجا بده به شما؟ اسباب اختیار کن، ازدواج بکن تا اولاد برسه به تو، کار کن تا الله به تو روزی بده. نخواب در خانه، شب استراحت، روز برای خواب نیست و روز برای کاره. برو روز کار کن. کار نیست برو بگرد. بعضی میگه کار نیست، بعضی دیگر رد میکنه این نظریه و میگن کار هست و کار کننده نیست. شغل هست و کسی نیست که شغل اختیار بکنه، میگه کار نیست. آقا برای جوینده یا بنده تو برو 1 روز 2 روز 3 روز 10 روز 1 ماه تلاش کن، کاری به دست تو میفته. تنها خودت روزی نمیخوری ولی چندین دیگر روزی میخورن و الله تعالی به تو کار میده و روزی در خانه نمی آید، پول خودش در جیب نمی آید و همه اینها اینجا نظام الله تعالی همینه و برنامه برای ما همینه که ما از راه های اسباب به هرحال به همه چیز میتونیم برسیم. به آخرت تا میتونیم آباد کنیم. خدا میخواهی، خدا با ایمان میرسینه وسیله و خدا با اعمال صحیح نماز میرسه. خدا میخواهی خرج کن از مالت را، بده به فقرا مساکین، خدا میرسه. روزه بگیر، حج برو، اخلاقت را درست بکن، منشت را درست بکن و حرف منصفانه بزن، حرف صحیح بزن، حرف درست. خدا از تو میخواهد تو را به الله میرسانه. و برو نماز توی مساجد بخون، برو نماز جمعه بخون، برو نماز 5 وقت بکن. راه مسیر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را که در رأس جویندگان خداست، در رأس متقین و فرهیزگاران، امام الانبیاء هست، امام المتقین. تو این را اختیار بکن، میرسی به الله، الله میرسی. ولی خانه بشین بخواب، از خواب بیدار باش که من خدا را میخوام. تو چه کار کردی؟ خدا میگی وابتغوا الی الوسیله، به سوی من شما متوسل بشید به وسائل و وسیله و که اعمال صحیح، اخلاق درسته و ایمان و کارای خیر و کارای نیک انجام بده تو به خدا برسی. و خانه نشستی هیچ کاری نمی کنی به خدا برسی، به بهشت برسی. بهشت مجانی وجود نداره آقا. خدا هم بدون مسیری که به خدا میرسه، صراط مستقیم اختیار کن، راه خدا و رسول انتخاب کن. برو به راه قرآن، برو به راه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، به خدا برسی. و این جنونه و انتظار بیجاست، انتظار احمقانه که به اعمال انجام نمیده و به خدا باید برسه. و بعضی گاهی دود مود میکشند و بالاخره حالت پیدا میشه تویشون، تحولات در بدن میآید و احساس میکنن که عاشق خدا.
و کسی را دیری من توی خیابان دیدم و من نزدیک مسجد و من گفته که تو به مسجد نمیایی و ظاهر از همین آل دود بود. گفت که تو نمیدانی که چه محبت خدا در دل من موجود است. تو از دل من آگاه نیستی، بیشک از دل خدا آگاه است. و گفت که یعنی تعریف از عشق خدا در دل کرد. و من گفته که تو بیا مسجد شما خانات کنار مسجد همسایه مسجد بود و خدا رحمتش کنه وفات کرده الله. گفتم بیا مسجد اینجا نماز بخون. و گفت که تو نمیدانی که چه عشق در دل من است. بالاخره این فریب شیطانه، فریب نفسه. او کسی که عاشق خدا باشه، محبت خدا باشه، او خدا این کتاب فرستاده، قرآن، بیا به راه قرآن. خدا پیامبر فرستاده، راهنمای. تو از راهنمای خدا اطاعت کن. بهرحال عزیزان من، بالاترین عبادت بعد از نماز، بزرگترین عبادت که با نماز همراه در قرآن ذکر شده، با هم ذکر شدن، زکات هست و خرج و خیرات در راه الله، صدقات هست. و بسیاری خیال میکنن که ما زکات دادیم دیگه تمام شد. زکات عبادت فرضیه و عبادت مالیه و زکات به جای خود است. ولی وقتی توی شهر گرسنه است، وقتی مسجد شهر ناتمامه، وقتی که به هر حال توی زندان مردم مشکل دارن، زندانیان ندارن بخورن، خانوادهشون نداره بخوره، فقر عامه، گرسنگی عامه، مشکلات عامه. و وقتی که شما اون کسانی که میخوان دانشگاه تحصیل کنن هزینه ندارن، مدرسه دولتی میخوان درس بخونن ندارن، او کسانی که در حوزه و مدرسه دینی و مکتب آمدن که علم کسب کنن، دانش دینی کسب کنن، قرآن یاد بگیرن، دین یاد بگیرن، هزینه ندارن، خرج ندارن و فرض از گردن به ادای زکات ادا نشده است. نیاز موجوده، ضرورت موجوده، تقاضا موجوده، درخواست موجوده و شما به اینها اگر رسیدگی نکنیم گرفتار میشه. وقتی سائل دم مغازه می آید، دم خانه می آید، سر راه ایستاده و بالاخره باز بسیاری هست که روزای جمعه می آید چادر زنم پان می کنم می نشینم و بالاخره اینها بسیاری از گرسنگی می آیند، از تنگ دستی می. حالا بعضی عادت کردن، هست اینطوری عادت کردن، داشته باشه یا نه، ولی بسیاری دیگه اونه که نداره ولی سائل هست. والله تعالی مطلق فرموده که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموالشون حق برای اون سوالگری که سوال میکنه، میاید دم در و سوال میکنه و او حق داره بر ما که ما به او بدیم و نیت کنه. الله بعضی میگه که ما بدیم، ممکنه این تریاک بکنه بکشه و دود بکنه. نه، شما به نیتی که نان میخره بخوره شما به همین نیت بدید، به نیت تریاکش ندید. بعد اگه این پول شما را غلط استفاده بکنه خودش مسئوله. شما نیت کنید در دلتون که پول مال زکات میشه، سائله ها را برای سائله جدا بکنید، توی جیبتون، توی خانه تون بگذارید که نه مال سائله هست و توی مغازه بگذارید که مال سائله هست.
توی جیبتون. حالا مردم کارت، این مصیبت بزرگ شده که این کارت حالا پول بانک ها ندارن و پول نقد پرداخت نمیکنن، کارت و حالا جلوی سائل انسان شرمنده می شود و بالاخره سائل که دست دراز میکنه او حق برگردن من شما که دستور خالی بر نگردانه و اگر نباشه از عذرخواهی کنه. این صدقه، اینم خیراته. شما نداشتید چیزی که بدی، جیب تو خالی بود. وقتی که جیب خالی باشه صدقه چیه؟ صدقه اینه که شما حرف خوبی بزنید، به قول خوبه، ببخشید که پول همراه نبود به شما بدم و فرصت دیگه انشاءالله. و به سائل به اعتنایی نکنید، به سائل به توجهی نکنید و شما نمیدانید که این سائل را الله تعالی دم راه من و شما آورده تا من و شما را آزمایش بکنه. و جیب خالی نگذارید، همیشه مقدار پول توی جیب باشه، برکته. نیت تو بکنه که به سائل میدید، بچه گریه میکنه به او میدید، جای نیازی میشه کسی را میدید. حالا فکر تو راحته که پول توی کارته و فکر سائل را نکردی، فکر زن و بچه را میکنیم. فکر سائل، این سائل که میاید و سوالگره و میاید آبروش را به روی دست گذاشته جلوی من و شما و این بی آبرو نکنید. این زجر ندید. قرآن فرموده و اما السائل و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. بر یتیم قهر نکنید و خشم نکنید، چون پدر نداره، پدر و مادر نداره و پیش که بره دیگه پناهگاهی غیر از خدا نداره. و سائل هم خشم نکنید، خشم نگیرید بر سائل و زجرش ندید که شما مزاحمید و شما مزاحم مردمید. نه، شما اگر سائل تن درسته بده به او، بر راهنمایی کو که کار موجوده، فلان هدایتش بده که برو فلان کار بکن، بهتر از سوال. ولی اولش بده که او حرف شما رو گوش کنه. و سائل و محروم اونه که تو زندان افتاده و نمیتونه سوال بکنه، نداره. اون خانواده زندانیه که حیا نمیگذاره بیاد. او فقیر و تنگ دسته که سرپرستش مریضه و کسب و یاس از دست داده و توانایی کسب و کار ندارن و بالاخره اونها توی نان ندارن که بخورن. با این گرانی نان، با این تورم، با این مشکلات که در مملکت و کشور هست، با این قحط موجوده، بالاخره وظیفه من و شما چه اندازه سنگینه. والله منو ببخشه و شما را ببخشه، همه ما را معاف کنه که ما در رابطه با سائل کوتاهی داریم، در رابطه با تنگ دستا فقرا کوتاهی داریم. و من این کس نداشته که این موضوع را دیگه چیزی من میخواسته رو صحبت بکنم، ولی مقدار صحبت من دراز کشیدم مقداری و سائل آمدم و شاکی بودم و جمعی بودم و نگران و ناراحت بودم که منظورشان بود که به حقوقشون رسیدگی نمیشه و سائل اینه که ندارن، حقشو برگردن هم بنده است و هم شما، همه ما هست و بس آنهایی که ندارن به اونها برسن و ما را الله تعالی من و شما را معاف بکنه و ببخشه. واقعا ما در حق فقرای شهر، در حق یتیم های شهر، در حق زندانی های شهر و در حق کسانی که مشکل دارن رسیدگی نکردی و اگر رسیدگی شده
آنطور که باید و شاید باشد نشده است. و خیلی مهمه این مسئله عزیزان من. این در رحمت را بر روی من و شما باز میکنه. اگر شما بر کشر ضعیف توجه کنیم. ببینید قرآن وقت تلاوت میکنید از توحید الله صحبت میکنه که حق الله آفریدگاره، و از حق والدین صحبت میکنه و از خویشاوندان، بعد به فقرا، مساکین، یتیم ها صحبت میکنه. اینا از تمام مردم، اینا حقش مقدمه، بعد برسه به عموم مردم و مردم دیگه برسه اینهای. و اینها رسیدگی بشه. مخصوصا بعضی خیابان می ایستند و دست به ماشین دراز میکنن و شیشه را میزنن. کار نکنید وقتی که میزنن، خشم نگیرید. و خدا من و شما را فقیر نگردانه، فقر، تنگ دستی. حالا من میدانم که بعضی مشکل دارن، بعضی اعتیاد دارن، بعضی مشکل دارن، ولی من و شما نمیدانیم. بسیاری هستن که مشکل ندارن، بسیاری دیگرن که مشکل دارن. ولی از کسی که دست دراز کرده، من شما دستش خالی بر نگردانیم. سخاوتمندی شما و بالاخره حرمت من و شما در همینه که دست سایل خالی بر نگرده و ما یک چیزی توی کفش بگذاریم. تو ماشین، تو بسیاری تو ماشین پول میگذارم و پول میگذارم بیدم بینا. این خصلت خوبه. برای سائلا فکرمند باشید، برای تنگ دستا فقرای شهر فکرمند باشید، برای بچه های بی سرپرست فکرمند باشید، برای مریضانی که پول مداوا را نداره فکرمند باشید و به وعده ها وفا کنید. که وعده ها این قرآن اینجا همینه مقصد قرآن، که اینجا فرمودن الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. از آن چیزی که ما میدیم دادیم به اون خرج میکنن. این مما رزقناهم عامه، هم زکات شامله که فرضه و هم صدقات و خیرات غیر زکات را هم شامله که برای نیازمندان، برای محتاجان هست، برای فقرای. و لحاظا خرج کردن مطلق این عرض به حضور شما دادن این خیلی حیاتی و مهمه و جز پایه های دین و ایمانه. و حضرت ابو سفیان در حدیث حضرت ابن عباس از ابو سفیان روایت میکنه رضی الله تعالی عنهما که وقتی هرقل پادشاه هرقل را سوال کرد که این پیامبر به چه چیزی در رابطه پیامبر تحقیق میکرد، پرسید به چه چیزی امر میکنه. ابو سفیان اون زمانه هنوز بت پرست بود، ایمان نیاورده بود. گفت که به چه چیزی امر میکنه این پیامبر؟ گفت که به عبادت الله تعالی امر میکنه که تنها خدا را پرستش بکنه. اینا چون مسیحی بودن و گفت که او میگه تنها خدا را، عبادت مال تنها خدایه و غیر از خدا کس دیگری را با خدا شریک نگیره. یأمرنا به عبادت الله و ما را امر میکنه به نماز، به امر میکنه به صله رحمی، به صلات و صلت و الافاف و ما را امر میکنه به پاک دامنی و امر میکنه به صدقات هست، به صدقه و خیرات ما را امر میکنه. یه ولی ابلاغ رسالتن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه. ولذا صدقات مهمه، خیرات مهمه
و این صدقه دفع بلای رد بلا هست، رد آفت مصیبت، رحمت الله باران جلب میکنه، جنگهای تحمیلی را از مملکت و کشور دفع میکند و بلاهای آسمانی و زمینی را جلو میگیره، امراض جلوگیری میکنه، قحط و تنگدستی را جلوگیری میکنه، تاثیر در زندگی دنیای من و شما داره و تاثیر در زندگی آخرت من و شما داره. رضامندی الله با صدقات و خیرات جلب میشه. شما هر اندازه که الله به شما داده، شما از خرج مخارج زن و بچه و خودتون یک چیزی بگذاری برای فقرا، جدا کنید، برای فقرا همیشه در نظر بگیرید. و این سیره بزرگان بوده، سیره صالحین بوده که از درآمدشون یک چیزی را جدا میگذاشتن که مال فقرا است. و شما، من و شما اون تنگ دستان شهر در نظر بگیریم، اونایی که ندارند در نظر بگیریم و در رزق و روزی امان اونها را شریک بدانیم که نه شریک زندگی ما. و الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کنه. و مهمه، یک نکته دیگر مهمه که شما به سائلین به اطلاع نباشید. به اطلاع معنی این که حرفش را بزنه و شما حرکت کنید و حرف او را گوش نکنید و بعد سوال مطرح کنه شما جواب به او ندید. اگر شما پول داری پول بده، نداری قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذی. الله میگه که از پول شما که شما بدید پول ندارید بهتری از این، ثوابش بهتره، نتیجهش بهتره که شما حرف خوبی بزنید، حرف مناسبه که مایه شرمندگی و نشه، عذرخواهی بکنید که پول الله در دست من نبود و الله به تو روزی بده، الله تو را روزی بده. و این بگیش از صدقه بهتر، خیرات بدید و منت بگذارید و یه سائل و فقیر اذیت بکنید که من به تو دادم، از او این پول همین معذرت خواهی بالاتره، اینم ثواب داره. ولی اگه به اعتنا باشید او میگه که اینه به من به اعتنا شده. اگر وعده دادید که به شما میدم، وعده را خلاف نکنید، منتظر نگذارید دم دار. ای عزیزان، همکارانمون همین یادآوری میکنم و که سائل به شما مراجعه میکنه منتظرش نگذارید که شما باش و برو و بعد او را فراموش بکن، او را انتظار ندید. اگر نیست عذرخواهی بکنید، اگر ندارید لازم نیست سر شما، ولی حداقل او را بلا تکلیف نگذاری. اینجا ساعت 2 ساعت بیاد منتظر باشه جلوی مؤسسه، جلوی مدرسه، جلوی مغازه شما، کسب و کار شما، خانه شما سائل بشینه و شما او را نه به اعتنایی بکنید. به اعتنایی خطا هست و این مشکل داره. بله بله. و بهتره که او را بلا تکلیف نگذارید. اگر شماره از کسی گرفتید که من به شما پول میپرستم، گناه هست که او را منتظر شما گذاشته پول نفرستید. بالاخره بسیاری سائلن که شماره دارن، شماره میگیریم و بعد فراموش بکنیم. این توبه بزرگ و استغفار بزرگه که ما کسی را منتظر بکنیم پول ندادیم به او. بگه توی ادارات بگن که ما رسیدگی میکنیم و رسیدگی نکنن، گناه بزرگی.
انتظار گذاشته، مراجعه کننده منتظره که به من رسیدگی میکنه. ما مسئله تو رو حل میکنیم، رسیدگی میکنیم. یا مراجعاتی که به ریش سفیدی میشه، یا مراجعاتی که به علما میشود، به اعضای محترم شورا میشود و ادارات میشود. مردم که وعده دادیم که ما رسیدگی میکنیم، ما کسی را که وعده دادیم به هر حال باید رسیدگی بکنیم، وعده من وفا بکنیم. اگر بنده وعده بدن که برای من زنگ میزنم و زنگ نزنم ویلاست، و اگر شما وعده بدید که ما رسیدگی میکنه، بسیاری گاهی شکایت میکنن که به ما گفتن کار شما را حل میکنیم، پیگیری میکنیم، کار ما را پیگیری نکردن. این همه این خلف وعده و خلاف وعده خیلی سخته، خیلی سخته. وعده نکنیم با کسی، وعده کردیم وعده وفا بکنیم. گذشتگان و چند دفعه در عهد بودن. از اسماعیل الله تذکره کرده که صادق الوعد بوده و از رسول صلی الله علیه وسلم یک شبانه روز برای کسی منتظر شدن که او میگفت من برمیگردم میام. و بالاخره نباید کسی را جای بکاریم، بگم انا آقا فلانی من کشت اینجا و رفت و خبری از من نگرفت. این مسائل اخلاقی و مهما، فرائض اخلاقی، واجبات اخلاقی. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که علامات منافق را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم شمرده. خوب توجه کنید. و فرمودن یک آیت المنافق ثلاث، آیه نشانی منافق سه تا هستند و یک جا فرمود آیه منافق 4 تا. و اذا حدث کذب، این نفاق عملیه و گناه سنگینان، گناه بزرگان، علامات نفاق قرار گرفتن که وقتی حرف میزنه دروغ میگه. آها دروغ نباید با کسی بگه، دروغ سنگینه، دروغ گناه بزرگه. و اذا وعد اخلف، و اذا آیت المنافق اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان، وقتی امانت داده بشود خیانت میکنه. و اذا وعد اخلف، ولی یک جا وعده بده خلاف میکنه. و در یک حدیث اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر، وقتی که وعده بده خلاف میکنه، معاهده ها را و عهد را خلاف میکنه، عهد شکنه و وعده خلافه. و وقتی خصومت میکنه با کسی، جر و بحث داره و به فحش ناسزا میگه، فحش پدر و مادر، توهین، فحش ناموسی، آیا علامت منافق؟ یہ منافقی که کار میکنه و لہذا حرمت ها را حفظ نمیکنه. و روی این عزیزان من، اینها نشانی وعده خلافی هم یکی از علامت نفاق قرار گرفته. الله من و شما را نجات بده. و لہذا وعده که عمل نمی کنیم، وعده که نمیتوانیم برسیم نکنیم. گذشتگان قول میگفتن قوله و ایمانه، گفتن که قول ایمانه. وقتی که کسی قول نداره ایمان نداره. و این حدیث است، این قسمت که لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد نداره دین نداره. بله بالاخره این در خطبه های اسلاف و گذشتگان و حتی در خطبه خود آن حضرت منقول است که آمده که همین می فرموده که اگر عهد نباشه دین، صحابه سخت پابند عهد، سخت پابند وعده ها و سخت پابند صداقت و امانت داری بودن. و الله من و شما را توفیق بدن. و در آینده صحبت مزید و وقت قریب به پایان است. و عزیزان من،
حالا شهر بر شهر و مردم کل منطقه شهر و روستا مشکلات سنگینه و شما هر اندازه که شما را الله تعالی توفیق میده و هست و بهتر است که شما می زکات فرضیتون خیلی از زکات بر سرشون مانده، خیلی چیزن که شما دارید، شما کسب دارید، شاید بنده داشته باشم، شما دیگران و ما خیال کنید که زکات نیست اما درون زکات هست و لحظه زکات بر گردن شما میمانه. شما به فقرا و مساکین که میدید لازم نیست که بگید زکات، نیت بکنید، نیت باید بشه. یا همون وقتی که جدا میکنید این بگه مال زکاته، پول جدا کن تو خانه بگذار و بالاخره زن و بچه های تو میدادن به فقرا که میدی بگه نیت زکات بکنید، خودتو میدید. هم اگر زکات شما ادا شده است این میشه ثواب برای شما، خیرات ثواب. و لحظه صدقه میشه، چون که زکات مهمه که باید گردن من شما. بر وعده ها پابندی بکنید، بر عهد وعده که پشتوانه عملی داشتن باشه نکنید اینطوری وعده. و الله تعالی اگر گفته من تلاش میکنم تلاش بکنید، شما وعده را تکمیل کردید. اگر گفته من دنبال کار شما میروم برید، اگر گفته که من برای شما تماس میگیرم شماره گرفتید او را انتظار نگذاری. اگر شماره گرفته که برای تو پول میپرستم او را منتظر نگذارید، چرا که انتظار سخته و این گناهی برای شما، برای من و شما. الله من و شما را معاف کنه به بزرگی خودش و از تقصیرات همه ما در گذر و همه ما را توفیق بده که ما بالاخره احتیاط کنیم و دقت کنیم و گناه مجانی کسب نکنیم و به اعتنایی به فقرا، به اعتنایی به سوالگران و نکنیم و به توجه نباشیم یا بدیم. نیست، شما سر شما نیست و بالاخره نیست. شما او رو بگید که من ندارم و بگید نیست که بدم به شما، ولی هر وقت خدا بده میدم و بگید که دعای خیرش بکنید که الله تعالی از جانب خود تو را بده. من امروز دست من چیزی نیست که به شما بدم. روزانه صدقه پول نرید به سفر مگر در جیبتون اول پول توی رایی ها را بگذارید، سایله را که نشستم بگذارید و توی بازار هم که میروید یک چیزی توی جیبتون بکنید که میرید. و فکر اونایی که دم خانه میادم بکنید، دم مسجد میشم مسجد بعضی نشسته فکر بکنید. بعضی سایله حرفه‌ای هست ولی من و شما اگر تشخیص بدیم که یک چیزی اگر چیزی ندادیم و از کنار رد شدیم، ولی من و شما سائل که آمده یک چیزی بیانداز بگو و بالاخره نیت نانه بکن، نیت این که نداره. بعضی میگه ما معالجه خودمون میکنیم و برای همون نیت علاجشون بکنید. بیدی الله تعالی توفیق بده. و آخرین نکته حرف همین است که توی دنیا الله تعالی برای هر نعمتی بگیم برای تمام مسائل اسباب گذاشته. همین گفتیم که برای رسیدن به خودم اسباب هست، وسیله است، وسیله ایمان، تقوای، نماز، عمل کرد خوبه. و برای نگهداری حکومت که الله داده به کسی الله قدرت داده راه موجوده. اگر کسی میخواهد که به او الله تعالی حکومت داده میخواهد حکومت داری بکنه، حکومت داری فن داره و نگهداریش هم فن داره و راه نگهداری حکومت و راه نگهداری یک سیستم ولو اینکه نامش اسلامی بگذاریم یا نام دیگری باشه، راهش گسترش عدالت
گسترش عدالت، گسترش انصاف و راه بقای یک سیستم و نظام، هر نظامی باشه، به هر نامی باشه، تنها راهش آزادی های که در اون سیستم، در قانون سیستم موجوده، در قوانین بین المللی را مراعات کنه، قوانین او خود همون سیستم را رعایت کنه، همون ملک را رعایت کنه، عرف را رعایت کنه، آزادی های عرفی، آزادی های قانونی، آزادی های که در قوانین و عرف بین الملل اینها را رعایت کنید. این بالاخره راه بقای یک حکومت و یک سیستم. سیاست درسته که سیاست ها صحیح بشود و راه بقای حکومت اقتصاد صحیح و اقتصاد درست و پویای که گرسنگان سیر بشن، نه سیران گرسنه بشوند، بلکه گرسنگان سیر بشن، مردم جیبشون پر بشه، مردم یخچاله هایشون پر بشن، مردم روزی فراوان باشه، ایجاد شغل و ایجاد کار و پول و رایج اون کشور باید رقابت کنه با پولهای دنیا. یک جای سفری رفتیم و گفته اینجا پول اینجا از دلار، به ما گفته از دلار خیلی بالاتر است، بالاتر بود. بعد یک کشور دیگه گفته این پولش از بالاخره از گفتن که از دلار خیلی بالاتره، ارزشش بالاتره و پولش هم ما اونجا هم پولمون تبدیل کردیم به همونو و این پول توی جیب بود و این پول تمام نمیشد، برکت داشت. و این راههای بقای حکومتن، راههای بقای سیستمن، مردم داری رای بقای و مردم گرایی و گاهی میگه نگهداری خدا و نگهداری مردم رای بقای حکومت. خدا را که داشته نباشیم چگونه میخواین نگهداری کنه؟ هیچ نعمت نگهداری نمیشه بدون نگهداری الله، هیچ نعمت، هیچ حکومت نگهداری نمیشه بدون نگهداری مردم. و شما مردم نگهداری کنید، مردم دار با نگهداری مردم و رضایت مردم و حمایت مردم میتونید که حکومت نگهداری بشه. تا خلق، اگر خلق ناراض باشه خالق هم ناراضه. اگر شما کسی خود را بکشه به خواندن نماز و تلاوت قرآن و طواف خانه کعبه و همسایه ها ناراضن، مردم ناراضن، صاحبان حق ناراضن، جنت نداره. و این دین هم الله نمیپذیره از هیچ کسی که مردم در رنج باشن و مردم بدبخت باشن و حقوق مردم در نظر نگیریم، این خدا نمیرسه. و شما میخواهید خدا را، هر کسی میخواد به دست بیاره دل مردم را به دست بیاره، دل همسایگان، دل زوغان، خدا را میخواد طلب بکنه. حضرت رسول هم میگه، حضرت رسول پیامبر اعظم میگه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. میگه برو فقرا بشین، میخواهید خدا شما رو دوست داشته باشید برید به همون فقرا نزدیک، برید به خانه فقیر
و از اون مریضش اعاده کن، از بچه های یتیم بپرس، دست سر یتیم بکش. و ملت ها شما اگر کسی میخواهد این راهش راه صحیحه، راه درسته. وقتی عدالت گسترش پیدا بکنه، وقتی انصاف باشه، وقتی تبعیض نباشه، نابرابری نباشه، وقتی آزادی مذهبی باشه، آزادی دینی باشه، وقتی آزادی سیاسیه، وقتی آزادی بیان و کلامه، وقتی همه اکثر بالاخره آزادی خودش را داشته باشند. ولهذا وقتی که آزادی مراعات نشود و بالاخره با زندان کردن سیاسیون و یا با کسی که اعتراضی داره زدن او و یا با اعدام کردن کسانی که اعتراض کردند، با این نمیشه عزیزان. یک واقعیت و با یک حقیقت و این روی دلسوزی گفته میشه، این رای بقا نیست. و اعدام زیاد اینها برای کشور تبعات داره عزیزان، این تبعات داره، هم برای دین تبعات داره. چرا که به نام دین هر کاری انجام بگیره، اگر بنده به عنوان یک طلبه و یک پیش نماز به هر حال کاری را انجام میده، میگه ببینید که اینها چه کار میکنن و مردم بدبین میشه، پشت سر بنده نماز نمیخوانن. و با گسترش اعدام و امروز اعدام زیاد شده متاسفانه توی کشور و لحاظا هم طبعات در داخل داره، ناراضگی مردم به بار میاره و هم طبعات بین المللی داره که دنیا میگه ببینید که اینا چه کار میکنن و هم نزد الله طبعات داره. چرا که الله هم نمیخواه و که به این صورت مردم اعدام بشوند. این در قوانین الله هم به این صورت نیست و به هر حال در حیات طیبه حضرت نبوده، در حیات طیبه خلفای راشدین نبوده و در حیات خود سیدنا علی هم نبوده. ولهذا ببینید چند نفر حضرت علی اعدام کرد، چند نفر حضرت رسول اعدام کرد و روی این خیرخواهانه این نصیحت که اعدام اینها را از راههای درست اعدام متوقف کنید، راههای دیگر را که راههای بقا نیستند بگذاریم و بریم به راه صحیح. عدالت تا گسترش بدید، انصاف را گسترش بدید، رضایت مردم بگیرید، راه درست برید، راه صحیح بریم و اینها می توانند که سبب بقا بشوند و سبب خیر. الله تعالی همه من و شما را به راه درست و همه را به راه صحیح راهنمایی بکنه. هر کس وظیفه داره، وظیفه خودش را، و انشالله شما به فقرا به مساکین رسیدگی کنید، وعده را وفا کنید و اخلاق، این همه اخلاق، مسائل اخلاق نگهداری بکنید. الله مشکلات شما را حل میکنه. حکومت ها بالاترین صدقه و خیرات برای اونها همینه، اینام هستند و اینم هست که گسترش داد و انصاف و عدالت، مردمداری و راه ها را طی بکنند. الله عاقبت همه ما را خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد.